منتخب نورسونی تو 17 ساله تاجیکستان با شکست دادن همسالان افغان خود به قسمت نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. شامی گذشته در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه در دوره رقابت‌های گروه اش بازی حل کننده میان منتخب‌های تو 17 ساله تاجیکستان و افغانستان برگزار گردید. بازی مذکور برای شاگردان رحمت الله فضائلov خیلی مهم بود، چونکه برای ملی پوشان ما تنها غلبه لازم بود و یکچین افغانستان را حتی مساوی قناعت می‌نمود. مثل بازی اول ملی پوشان نورسی ما اداره توپ را در دست خود گرفته بعد چند بازیگزاری مجلل بالاخره به رخنه کردن دروازه حریف دست یافتند. بهروز خوجاєв در دقیقه 21 مؤلف گل گردید. با همین یک گل تیم‌ها به تنفس رفتند. قسمت دوم شاگردان رحمت الله فضائلov بیشتری وقت در خط دفاع بودند و تنها در دهه آخر بازی را به منطقه رقیب کشانده مراتبه دوم به زدن گل مشرف گشتند. در دقیقه 80 دلاور جمشیدزاده از پاس خوبی همتیمیش استفاده نموده با سر گل دوم تیم ملی کشور را به ثمر رسانید و همینطور نورسان تو 17 ساله تاجیکستان را خط نهایی جام آسیا 2023 را دریافت نمودند. منتخب افغانستان نیز نوابسته از شکست مقابل تیم ملی تاجیکستان توانست به فینال مسابقه قهرمانی راه بیابد. باید گفت که منتخب افغانستان در بازی نخست با دروازه تیم مغولستان 5 گل بی‌جواب زده بود.